من از پدر بسیار خود ماندم. 4 ساله بودم. در ترجیح مادرم بودم. لیکن وقتی که مکتب راه شدم من بسیار صنعت رو دوست می داشتم. در کروژوهای مکتب و در کروژوکی در نزد کلوب زنها اشتراک می کردم. آنجا راهبر ما ارتیست خدمت نشانده ریسپوبلیکای تاجیکستان مرحوم لطیف لطیپوف همون کس بودن. من از مادرم راستی مشت میکردم، زیرا حوض ما از محله خیلی دور بود. در راه حوض کلوب زنها بود. برای اینکه سری راه من برایم مشت کنم آب را بسیار میکشاندم خانه. در آمده تیار میکردم صحنه ظلم مادر عنبر. وقتی که پیسه تیار شد آمدن التماس کردن از مادرم که همین دخترتان رود همین سپیکتاکل رو بازی کند. مادرم بود چه فیلم بازی میکند و نمیداند چه. وقتی که دید که من در صحنه دختر یتیم را بازی میکنم و خیلی تاثیر کرد و گفت که دخترم در حقیقت تو نظم بازی میکرده، میلش دوام دادن گیر. اولین فیلمی تاجیکی از حیات تاجیکان بود. خیلی ما هم بسیار خرسند شدیم که کار ما برابر نرفت. بعد از اون با مرور زمان چند وقت تنفس شد، فیلمگیری نشد. لیکن سال 1957 باز فناورگیری تر شد. آن وقت من کمی کلان سالتر شدگی بودم و در فیلم من با دختری واقعدم رای عمه ایران مهر نساقاله را اجرا کردم. نمیتوانی کمتر خبر نمیبینی نفسم بند مانده چه؟ از نگاه خدا سرم چی سری دارم گویا 20 پارچه شدن میخواهد. مادرتان در کجا؟ در خانه. خوش چی بود رومل؟ هست میشد کلیسا روید هست و حجره پدر لورنزو داوداوان روید. آنجا یک داماد شما را به خود عروس خوشبخت کردنی. ما با اصلی بکنم در بخارا در یک گذر یک محل زندگی میکردیم و از من 2 سال خودتر بود، لیکن بسیار بچه شوخ بودم. مکتب ما دیگر بود و در مکتب ازبکی میخواندم، من در مکتب روسی. در اون مکتب دخترها بچه ها همینجا پیشی محله پیشی گذر جمع شدیم بازی میکردیم و همین می آمد از نویم میکشید. بعد آن وی که من رخت کشیدم آن بگی بودم که از وی رخت اون طرف مگذرد جروب کردن تازه کردن میماندم وی می آمد خط خوش رفت چه میریخت سال کی کرده نه اصلی کرد میرفتن بچه ها اصلی اینجا جمعه محکم میخشیدم و سوزم میخلاندم دست کرد هم جوانی من
چرا اینجا رسوا کردی؟ دیگه نمیکردم تا بکرم دیگه نمیکردم تا بکردم تو گریخته میره شوخی نکردیم همین فکر کرده در یک محله در یک گذر بازی کرده کلام شدیم تصادفاً با در یک تئاتر همراه بازی کردیم در بسیار اسپکتاکل ها ما با هم دیگر تکنیار بودیم وی در اسپکتاکل سعادت وی نیاز بازی میکرد من سعادت زنی هستید که پا گفت کنید نمیآید من این خیلی فکر ندارم سعادت درباره پخته باشد که هیچ چیز گفتنی هم نیستم خیز به خانه می رویم خانه می رویم؟ عجبا چطور شد که مرا به خاطر آوردید؟ من تو را از خاطر فراموش نکردم مگر حاضر تو را از خاطر فراموش کردن ممکن است شما فقط پدر شدنید چرا نه آخر این آرزوی من است فقط پدر شدن کم است شما هنوز مهر آیله را نفیس نکردید قدر و قیمت رفیق را نمیدانید و شما سری زلفی من نه سری زلفی دیگر لازم است چنانه که مادر دلسوزتان میگویند به هر دارمای شما 1000 دختر آویزان سعادت اکتورها یک نفر یک بار با چطور آمده اسپکتاکل بازی کنند برای جوانهایی که در تئاتر کار میکنند یک اید است چون که پدر و مادری تئاتر همونها تا کرسی تئاتر همونها آنها بیاین اگر جوانها الهام میگیرند عزت و حرمت کردن پاپا اکا وزبکستان بر بیایید گفته پیدا کنند عزت میکنند کجا که نباشد آنها گلی سری سبب لیکن افسوس که در تئاتر ما همین انعنه نشد Kaldı ver onu vereceğiz. دور ما و اکتورهای خود فدا بودند کسب خود را دوست می‌داشتگی بودند بهترین سعید عبدالرحمن قاسم اورونو اسماعیل بعد وی از زنها توت غفار و گلچهره بقایی و تمابر بقایی و آیشه حیات و خیلی نظر و اینها همراه کار کردگی هم کسبای نام بدند همه اینها یکم تش شکایت نمیکرد از زندگی از کموکت حیات همه‌شون فقط درباره تئاتر فقط راه تئاتر البته در وقت‌های سال‌های سرکردگی ما بسیار عذاب کشیدیم ما شلوغ‌ها گشتیم خرکی اسبکی عربک سوار عربی گاو داستان بودیم چقدر عذاب کشیدیم لیکن همینش به ما قوت میداد که جوان بودیم و صنعت خود را به نهایت دوست می‌داشتیم اکتورهای عجایب داشتیم اکتورهای حجوی همت شایر علنظر خوجایی قاضی نیاز
تاجیکستان برم یک جای رویم. گفته آدمی که نبار به رفته بود شریف جان در خیلی رفته بود و روزه شده ما اینجا آمدیم. از روزی که آمدیم اول میده بعد کلان رول دادن گرفتن. از بس که استعداد به دست می یا خودم قابلیت خودم همین دادگی لالاشانه نقص کرده بازی کردیم. منم صوفیا خانم من همین دیگر چی گویم. هنر می آموزید این حرام است. البته باید حرمت کنید، مقدس شمارید. طلب می کند آزادگی را، حلالی را، صادقی را. اکنون بعضا میگویند که تئاتر حالا تاریخ ندارد. تاریخی تئاتر کم بیش در ارشیو هست، کم و بیش، لیکن در خود تئاتر موزه نداریم، ارشیو نداریم. آن اکتورهایی که گذشتند از دنیا از پی خود بسیار آبروزهای نمایان را مانده رفتند، در کینا باشد یا در تئاتر، آن در عکس ها باید جمع آورده شود بود و تماشابین و نسل آینده نمایش دهند. بعضا میگویند که تئاتر اکنون سر شد، تا حال گویا تئاتر نه تئاتر بود. این را انکار کردن در کار نیست. من ما پیر شدیم، بعضی ما گذشتیم از دنیا، بعضی ما حالا حیات هستیم، لیکن بعد از سری ما باز جوان ها آمده ایستادند. آن جوان ها هم حاضر از سن 50 گذشتند. آینده به آنها هم این طعنه را ندهد.
تنی ریگ هووی و درشتی های او پیش پایم هر میان آیتنی